ما هر چیزی که میبینیم، هر چیزی که میشنویم، در هر کجای، در هر فضایی که میافتیم، مثلا مکتب میریم، خانه یک دوستمون میریم، یک کار در کجا کار میکنیم، یعنی هر چیزی که ما میبینیم و میشنویم ما همون اینفورماسیون قبول میکنیم و ترکیب ذهنی ما همون چیزهایی هست که ما میبینیم و میشنویم، کدام اطلاعات میگیریم ما. و اگر ما میخواهیم که همیشه اطلاعات های بد در ترکیب ذهنی کودکی ما باشد، ما باید ماکسیموم تلاش کنیم که و جنگ کنیم و پسیخش به ضرر رسانیم، تلاش کنیم که به فیلم های اگریسیوی نشان دهیم، تلاش کنیم که وای در محیط های اگریسیا کلان شود و بعد میرسیم به همونجا. اگر ما اینو نمیخوایم پس ما باید در این باره فکر کنیم و من فکر میکنم که تربیه همین است. ما همین فرزند ما، همین گوله چه خیلی نگاه و بین میکنیم، ما آیا از چیزهای بد و خوب، مثلا از باران و از شمال نگاه میداریم و برده به سوی آفتاب میمانیم یا نه؟ این است تربیه.